عباس و رئیس شهر کلاکی چون یک فضای بسیار مساعد، فضای دلخواه را آراستند و ما در مدت یک دو ماه دو بار است که با هم جمع شدیم صحبت میکنیم درباره آینده کشورمان، درباره آینده شهرمان سخن میگوییم. این بسیار اقدام خوب است. درست گفتم و همه سروران شهر و مثلا ولایت ایران اعتماد میدهند به ژورنالیستان. اما این قوای بسیار بزرگ است، نیروی بزرگی ژورنالیستی، همان گپایی که زمان زده هم شده باشد که در حکومتی چهارم است. خب البته با طریق رمز است و در حقیقت میتواند حکومت کند اگر به شرطی که سخن خطی باشد خواه دهانی از دهان شخصی دانا برخیزد. سبب نمیگه که سخنگر از دیگی دانا نخواست زیبا نیست، گرش قوافی مربوع لفظ ها زیباست. برای ژورنالیست شدن البته پیش از همه گمان ما از نگاه سیاسی آدم باید پاسخ باشد. دوم این وطن را دوست بدارد. این همین خصوصیت های بهترینی ژورنالیست است. من نمیخواهم در غیبشان یگان سخنی بگویم. ویژه شاگردان ما محفل شاهنامه‌خوانی ما حمیدیان آرزو حضور دارم، علیشیر حضور دارم. من یک گپ میگفتم که هرگز وقتی که شما سخن میرانید بر ضرر دولت نباشد. و حتی من همین عبدالمومنی که یاد گپش را گفتم که تو خارجه میروی، من همون وقت سیوف هم به خاطر آوردم که سیوف از همون رادیو برگشته آمد و لعنت فرستاد. شما جوانید، شما را میخرند، فروخته نشوید. لیکن فکرم آرزو خبر دارد، کپی خواهش میکنم. عبدالمومن بسیار کپی خوب بود. من یک گفتم داریم که مسئولیت ملی و من گفتم پریلیف کرده که اسلام برآورده نادرست است. من این پریلیف کردم ما از در نظر دارم مسئولیت ملی. گفت که ما مسئولیت ملی داریم، ما را هیچ کس نمیتواند که به طرف خود بکشد. خب گفتیم از سلیمان هم گفتم وقتی گفت که رادیوی خراسان میراد، من گفتم سلیمان نرو اونجا، اگر روی یک مسئولیت از کلانتران بگیر. برای هم که اما گونه که فردوسی میگوید همه مرز ایران پر از دشمن است. همه مرز ما در بالای ما پنجه های دشمن و این را باید هر شخص بفهمه که وطن خواهی، وطنداری ما را نمیگذارد که هم دیگر ستیزی کنیم یا مثلا خود را نشناسیم، هم دیگر را نشناسیم. این بسیار بد است. وقتی که در همان زمان من در اینجا راهبر دستگاه رئیس شهر کار میکردم، حمیدیان آرزو خبر دارد، من همون محفل آوردم حکومت. گفتم ببینید این شعبه ها رو، در این شعبه ها آدم ها کار میکنن بسیار دشوار است. ما بسیار چیزها را میخواهیم لیکن حتی از دستی نه رئیس شهر میآید نه شخص دیگر میآید. جامعه را متحد کردن، با یک سمت روان کردن بسیار کار دشوار است. من همین شبکه‌های همین فیسبوکی را دیگر گاهی نگاه میکنم، میدونم که در اونجا اساسا نه آدمانی سالم، آدمانی بی‌سواد اساسا هر سخنی هرزه میگویند و دولت داری ما و ملت سازی ما از سخنان ناراست و دروغ را پهن میکنند.
وقتی که من یک چیز را میخوام به خاطر بیارم که کوروش بزرگ یکی از شاهان بسیار بزرگی مردم ما در وقتی که جراحت میبردارد و کمبوجیا پسرش میگوید که تو کار ما را ادامه ده، لیکن از سه چیز بپرهیز. یکی از آنها دروغ. دیوی دروغ میگم، دیوی دروغ و فضای ما دائم در پرواز است. کار میکند که نیک را بد نشان دهد، بد را نیک نشان دهد. لیکن من میبینم در شهر ما اساساً روزنامه‌نگاران جمع شدن که آنها میفهمند سیاست دولتی ما رو میفهمند و حتی احترام میگذارند به خدمت‌های رئیس شهر. ما در اون جمع آمدی که گذشت در دانشگاه محترم احمد ابراهیم نبودن، لیکن شاگردان دیگران بودن، گفتیم که هر ماه بیاید دوستان یک بار جمع میشیم، یک صحبت میکنیم، یک کسی یک موضوع رو میگیرد. برای همین ما علیشیر مدیر کاتدرای ژورنالیستیک را سپارش دادیم که شما یک موضوع درست کنید، یک تحلیلی مطبوعات، تحلیلی هم رسانه‌های بگذار دولتی و هم شخصی و هم فیسبوکی الکترونی، یک تحلیلی که دوستان ما بفهمند که کی چی میگوید، دشمن چی میگوید. معلومه خوب گفتن، این کس دیدم با چشم خود که شهرشون چگونه دیگرگون شده است و ما ژورنالیستان چرا که فراموش میکنیم مثل همون روزنامه‌نگاران زمان شوروی که اگر که یک مقاله تنقیدی میبود 10 مقاله توصیفی میشد. توصیفی یک مردی که خودش را بخشیده است برای یک مردی که اینقدر حاصل گرفته است که مردم را خورانده است. برای همین در نزد ما وظیفه ها خیلی زیاد است دوستان عزیز. برای هم که ما ببینید شهردار باوری دارد، پیشوای ملت باوری دارد و ما نمیتوانیم به خود اجازه دادن، نمیتوانیم که آن گپ‌های دروغی که میبافند بر ضد آنها سخنی نگوییم. البته چیزی نیست، من مثلا جهانگیر یک چند گفتگوی ما را ثبت کرده پخش کرده است و اون آدمی که چله سواد از خودش نمیداند، از بیسوادی خودش نوشته است، من با او پاسخ نمیدهم، عرضی پاسخ ندارد چون که شخصیتی ما را گفته است. لیکن اگر وی کشوری ما را، اگر شهری ما را بیاد، من 10 چیز می نویسم برای همین یگان دروغی که با حتی افیر می براید یا که مثلا حتما واکنش دادن لازم است. من یک نکته دیگر را اگر پرگفی هم شما میگم، همین قهرمانی باز نوی پیشوای ملت رو وقتی که اعتراض بیان کرد، وقتی که طالبان کشوری عبدالرحمن جامی، نوایی، کشوری انزله بادغیسی، این کشوری عبدالرحمن، بزرگان ما خیلی از اونجا بودن، اونجا 20 میلیون اهالی زندگی میکنند، اما ما خبر نداریم. من اونجا نقص و کار کردم میدونم و همین این جسارت بسیار بزرگ بود. ما خوب اعتراض نوشتن و کل بدین این مدیار دارن، اعتراض نوشتن، لیکن خوب جواب ندادن با ما. یعنی ما باید بدانیم که از طریق شبکه‌های همون فیسبوکی و دیگر آدمانی هستند که از نام دیگر میخوان آشوب باشد این کشور، روی دیدن ندارد که این دختران ما چگونه زیبا هم آزادن میپوشند و یک شاعری همون کشوری خوب اینجا میتونیم برای رسانه‌های خبری نیست، کشور ایران در همین زمان با حسد گفته است که عشق من انگورها جوشیدند، دختران شهر گل پوشیدند. دختران شهرهای اونجا گل نمیپوشند، سیاه میپوشند، اما گل پوشی با دختران با حسد بودن دیگران، این را باید ما درک کنیم، پسند کنیم. برای همه شما تندرستی، شما در حقیقت در یک جبهه بسیار دشواره
کار میکنید که اونجا مثلا اینقدر البته مهانه بلند ندارد، دوادوی زیاد دارد، فکر کردن زیاد دارد، اما جبهه است. اونجا میرید و نتیجه اش رو فرزندان میبینند، نویرگان میبینند. و همه شما بازم سپاس به شهرداری شهر.